مجیب الرحمان باشنده ولایت بغلان است و در نبردهای اخیر کندوز در حالی که ولسوالی چهاردره این ولایت به دست طالبان سقوط کرد، این افسر اردو با یارانش در مقابل طالبان استادگی زیادی کردند. او و 3 تن از همرزمانش به همین دلیل از سوی شماری از باشندگان بغلان و شورای ولایتی بغلان مورد تقدیر قرار گرفتند. اعضای شورای ولایتی بغلان و 10 تن از مردم در شهر پلخمری و ولسوالی اندراب با اهدای دسته های گل، تقدیرنامه ها و تحایف جنسی و نقدی از این افسر اردو و یارانش تقدیر به عمل آوردند. دکتر صفدر محسنی رئیس شورای ولایتی بغلان که مجیب الرحمان را مرد آهنین خواند، در ستایش از او گفت: تقریبا 45 نفر نظر به گفتنی خود شخص مجیب الرحمان که 45 نفر از ولایت بغلان بوده، همراه با این برادر عزیز ما که واقعا دفاع از وطن، ناموس این یک فرض است برای هر فردی افغانستان، بخصوص برای کسایی که دریشی، اردو، ریس می پوشه، برای ازیا فرض است که از این وطن دفاع بکنم. و ما به نمایندگی از شورای ولایتی از شما تحسین و تقدیر میکنم این شجاعتتان. مجیب الرحمان اندرابی قماندان یکی از پوسته های امنیتی ولسوالی چهاردره کندوز بود. او میگوید در حالی که ولسوالی چهاردره به دست طالبان افتیده بود، او با 50 تن از همرزمانش که 8 روزی در محاصره مطلق قرار داشتند شدیدا مقاومت کردند و هرگز تسلیم نشدند. شبانه روز البته در محاصره دشمن قرار داشتیم که با هر نوع امکاناتی که لازم بوده از ما دشمنای وطن و دشمنای فریب خورده وطن جواب دندان شکن داده تا این حال عقب راندند و نتوانستند که اهداف شوم خود در این وطن ما پیاده بسازند و همیشه جواب دندان شکن دادیم و باز هم خواهد دادیم. بر ملت افغانستان وعده میتم از ابتدایی که ما جواب دندان شکن دادیم این را در نظر داشته باشند که تا آخرین لحظه عمر ما جواب دندان شکن دادن هستیم و امنیت مردم شجاع دلیر افغانستان ما بدوش داریم و از خاک افغانستان، از نوامیس ملی افغانستان، از بیرق افتخاری افغانستان دفاعگر هستیم تا قطره خون در وجود ما باشه. و این در حالی است که عیسی خان لغمانی، سرباز دیگری از اردوی ملی، با از میان بردن مهاجمان انتحاری در پارلمان باعث نجات پارلمان و سنای کشور که هدف مهاجمان انتحاری بود گردید. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.